الرحمن الرحیم. امروز این ویروس بر مکه آمده، بس آیا این عذاب خداست؟ امروز حج عمره معن شده و حج فرض ممکن است که در سال آینده معن شود، بس آیا این عذاب خداست که بالای ما آمده یا امتحان است که از جانب خدا؟ ما باید خوب فکر کنیم. ما امروز در دولت عربی در یک زمان زندگی داریم که نرخها به بالا رفتند، یعنی تاجران ظالم شدند و زنها عریانند، یعنی بی حیا گشتند. مسجدها خالی گشتند از نمازگزاران و همه احکام خدا و فرمانهای خدا را بیهوده کردند و به آنها عمل نمی کنند. در دولت ما مددخواه و فریادکن را به فریادش کسی نمی رسد و کسانی صاحب قدرت و عالم هستند همه محبوسند. در دولت ما زن گرفتن مشکل است، زنا حلال و زنها بالای مردم زور شدند، بالای مردها.